سلام رفقا، یه موضوعی رو من دارم بین خیلی از دوستان میبینم که خودم هم این مشکل رو داشتم. ما به خاطر این اینستاگرام و یوتیوب و اینها یاد گرفتیم که تو ذهنمون همه چیز باید سریع اتفاق بیفته. مثلا من میخوام ورزش کنم، یه ماه دارم ورزش میکنم، فکر میکنم دیگه الان باید شکم تخت شه، در صورتی که یارو تو یه ماه خیلی ورزش کرده باشه، خونه پرش بین 15 تا 20 وعده ورزش کرده. یکی دیگه میاد میگه آقا من 2 ماه دارم کلاس میرم، انتظار داره الان مثلا برنامه عجیب غریب بنویسه. اون یکی دیگه یه ساز خریده 3 ماه داره کلاس میره، یعنی عملا این چیز تو ماه 10 جلسه رفته، 12 جلسه کلاس رفته، فکر میکنه الان دیگه باید بشینه بتوون باشه. نه، همچین قضیه ای نیست. ما اومدیم چیکار کردیم برای خودمون، من و خانومم اومدیم مثلا قوطی گذاشتیم. آقا برای هر موضوعی قوطی خاص خودشو داره. مثلا این یکی دیگه اومدم گفتم آقا من وعده هام 45 دقیقه‌ایه، هر وعده 45 دقیقه‌ای در اون موضوع مد نظرم که انجام میدم یه نخود لوبیایی چیزی میندازم تو این قوطیه. چی میشه؟ قوطی خیلی بزرگ نیست، خیلی هم کوچیک نیست و بهم اینو میگه که آقا توهم نزن. اگر تو الان اینو نگاه میکنی تو کلا 14 15 تا نخود این تو داری، پس همچین کار شاقی نکردی که دنبال نتیجه شاقی. قوطی خیلی بزرگ نیست که بگم آقا هیچ وقت پر نمیشه، قوطی خیلی هم کوچیک نیستش که بگم خب نه دیگه این که الان پر شد من دیگه باید فلان اتفاق تو افتاده باشه. معجزه تو زندگی من زمانی رخ داد که من کارهای کوچیک ولی زیاد انجام دادم، ولی این کنترلش و مانیتورینگش از دستم در میرفت که من چقدر این کارو کردم. برای مانیتورینگش و کنترلش و اینکه بدونم کجای مسیرم با این قوطی ها رفتم جلو. من 5 تا قوطی دارم تو زندگیم، 5 موضوع مختلف رو دارم جلو میبرم. یکیشو نگاه میکنی الان مثلا این یکی یه دونه داره. چرا؟ چون یه وعده 45 دقیقه‌ای من زدمش. توی هفته 4-5 بار اومدم 5 دقیقه 10 دقیقه ور رفتم بهش، ولی اونا رو حساب نکردم چون اون وعده کامل نیست. پس توهمش هم نمیزنم بگم من یه هفته است دارم فلان موضوع رو پیگیری میکنم و جمع میکنم. نه آقا، من یه بار انجام دادم. پس انتظار نداشته باشی یه بار انجام دادی الان یک پیشرفتی کرده باشی توش. برو اینو مثل بنز بذار جلو. مثلا من الان بعد به یک فنلاندی بگیرم. خب اوکی، یه قوطی گذاشتم، یک ظرف گذاشتم، هر دونه‌ای که میخونم یه دونه میندازم این تو. به یک فنلاندی به این مفتیا نیست، پس من بعد اینو پر کنم. صبح به صبح بلند میشم نگاهش میکنم میبینم خالیه، یه دونه بذاریم تو تنگش، یه درس میخونم. ببینید به نظر من پول هدف اصلی ما نیست. این قضیه پول میوه قضیه است و اینها مثل سرمایه گذاری میمونه، مثل قلک میمونه. شما تو اینا بندازین، سلامتی شما، دانش شما مهمترین قلک‌های شماست. پول میوهش میشه و این واقعا شدنیه. هر جا هستین سلامت باشین. ارادت.